11 جمع کن. آماده ای؟ متین دبلا رو آماده ده نو هشت هفت شش پنج بزنی یه رام زده حمید یه راند زدی دیگه 2 دقیقه و 12 ثانیه هم گذشته یه ریتم بگیر بزن سراند تو برو برو اصلا 80 شو میخوای حمید پا بزن از عقب پا بزن که بیای بالا راحت رفتی بالا حالا پا بزن آها دوباره پا بزن همه شو با دستات نزن برو همه برو چند دقیقه بابت کار داره 8 دقیقه آفرین همین برو همین حمید 8 تموم شد تراسترت هم اینجوری برو 3 دقیقه و 20 ثانیه برو
یکی دو تا سه تا آفرین همین 4 تا آب دو بخشی آب 5 تا آفرین همین 6 7 8 آفرین همین دبل آندراتو 40 تا دونه است دیگه یه تک بزن برو رو اون برا خودت برو بیست تا بزن همین 20 تا کمتر بزن برو 4 و 20 با قرآن اعمال زور بهتر میشه ریتمش برو چهار و 30 همین 4 و 38 همین برو همین چهار تا ماسلات بزن 3 تا بزن برو 5 دقیقه و 10 ثانیه همین همین خیلی خوب زدی الان برو همین بدو همین برو همین 8 تاش میاد 8 تاشو بزن 1 2 3 آفرین 4 آفرین برو همین برو بزن ادامه شد 5 همین 5 و 40 همین 3 تا دونشو بزنی الان 3 تاشو بزنی یه راند دیگه هم میزنی بعدین برو همین برو یکی برو همین این 2 تا یه دونه دیگه یکی دیگه 3 تا همین بیا جان من همین بیا همین بزن هیچ چیز نمیشه همین 1 دقیقه میخوای فشار بیاری بیا همین بیا همین حمید 6 و 43 حمید اینو بزن تناباتو بزنی حمید بزن حمید حمید 1 دقیقه تایم حمید 1 دقیقه تایم حمید بدو حمید 50 ثانیه است یه تکا حمید برو 23 تا حمید برو حمید بچسبی به ماسلا با حمید 20 ثانیه حمید بچسب حمید برو حمید 10 ثانیه بدو 10 ثانیه برو تمام
15 ها زرد 15 سبز 10 5 کراس باکس 2.5 ون و نیم ون مجموع وزن 86 کیلو. این برم به همین صورت 15 10 5 ون 2.5 ون نیم ون. هر هالتر هم میگیرم. هالتر 20 روگ. اینم که نجفیه. 11 شد. 12 کنن اوکی. مربی پارسا خودش مربی داره. همین همین 12 و 3. همین یه نکته ای جرک میخوای روم بزنی پات سر نمیخوره. خب برو اگه اوکی برو. 12 و 14 ورش دار همین ورش دار. برو همین 12 و 20 برو همین برو ماشاءالله بزن حمید بزن 12 30 ها برو 12 31 برو هر دو پاور برو یکی دومی هم بزن همین جرکش راحت ایزی ها راحت همین ایزی بابا بنازم ماشاءالله 8 تمام سفاری مرداد سفار گرفتیم دیگه یه بار دیگه سفار بگیر اینم نجفی یه بار دیگه سفارم بیا بگیریم 15 بیا من درش تو برو نیمه ون 2.5 ون 5 کراس باز سبز رنگی آقا فرزاد تازه اینا رو فقط واسه همین نجفی اینم 15 زرد متحد و صفحه جیمالتر 20 روگ اکوبار